اتبی خوجان شد با دوشنبه و فرزند من آوردن. منظور این زن 7 ایول روز انتقال دادن 128 محبوس از سوخت است که به طور مرموز 14 نفرشان فوتیدند. او میگوید نام فرزندش در روی خط فوتیدگان نبود. کسی هم نگفت کجاست. لنوباد گفت که زنده روی کردیم با دوشنبه. دوشنبه میگه که اتب شگه ما نمیدونیم مورد چند کسان کیه. سبحان قربانوی 24 ساله 2 سال پیش برای پیوستن به گروه‌های تندرو 13 سال زندانی شد. مادرش از وضع فرزندش نگران است و می‌خواهد احوال او را بداند. نمیگم. من میگم که خیر شما نیستیدم و بیرون که این مادرو همینو آوردگیان نه که شما نشون نمیتیم ممکن نیست. مقامات روی خط محبوسین از ولایت سوخت به دوشنبه انتقال یافته را آشکار نکردند که این باعث تشویش و گمان‌ها شده است. حامیان حقوق میگویند در این حالت‌ها مقامات عهده دارند به نزدیکان زندانی‌ها از احوال آنها معلومات بدهند.